نکته سنجی از عجم رادی معلم یادگیر تا بگردی عاقبت شاگردی به همراه من. میانی انجمن تنها گذشتیم، عجب پیدا که ناپیدا گذشتیم. نشان ما عیان از هر بیان است، هزاران صفحه با ایما گذشتیم. رموزی عشق را فرزانه داند، حریصی معرفت مولا گذشتیم. قدح خندید تا مینای ما دید، به ذوق از گنبد مینا گذشتیم. نترسانید ما را ای خطیبان، که ما امروز از فردا گذشتیم. شراب عشق نوشیدیم عمری، ز شر و شور هر سودا گذشتیم. جمال یار در ظلمات دیدیم، ز اوج تار چون بینا گذشتیم. درون چشم ما او دید خود را، تماشا کرد و ما از ما گذشتیم. درون قبر ما را چون بهشت است، از این مسکن به آن مأوا گذشتیم. نسوزانند ما را در قیامت، که ما زین امتحان اینجا گذشتیم. نهایت نیست بر ما زندگانی، اگر چنده که از دنیا گذشتیم. عجم رادا زمینی بودنت بس، سما بگزین فلک پیما گذشتیم. مفضل عجمراد از زمره شاعران است که با هنر بلند سخن گسستری چکیده های طبع گوهرسنج خویش را به توجه خواننده فرهنگی واگذار کرده، او را برای درک و معرفت معانی مرغوب و روح‌افزا دعوت می نماید. غزل‌های دلپذیر عشقی و شکل‌های دیگر کلام موزون او توسط رعایت نزاکت و لطافت صنعت‌های شعری بدیعیت والا را کسب کردند. ارجگذاری به خدمت‌های ماندگار فرزندان برومند ملت، شاعران و عالمان، سنه‌های مبارک تاریخی در دوران استقلال در سیاست فرهنگی دولت با راهنمایی پیشوای معظم ملت جایگاه خاص را صاحب گشته است. در همین زمینه با دستور و مساعدت رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و ابتکار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند 70 سالگی مفضل عجمراد شاعر عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان که سالیان زیاد به حیث کارمند مسئول نهادهای روابط خارجی کشور، ترجمان، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار زحمت کشیده است، با برگزاری کنفرانس علمی ادبی و محفل شعر و سرود تجلیل کرده شد. به خاطر یادکرد این شاعر خوشبیان و کارمند ورزیده خدمت دولتی با اشتراک نمایندگان اهل علم و فرهنگ مملکت و شهر باستانی پنجکند در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 کنفرانس علمی ادبی تحت عنوان مفضل عجمراد ترنمگر انسانگری و وطندوستی برگزار شد. گرداننده محفل علمی ادبی مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخت دکتر علمی فیلولوژیا پروفسور تاجبای سلطانی در آغاز حاضرین را با جایگاه ایجادیات مفضل عجمراد در ادبیات معاصر تاجیک شناس نمود. السلام علیکم حاضرین گرامی، دلباختگان و علاقمندان کلام بدیعی، عاشقان و ارادتمندان سخن نو. پیش از همه حضور یکایک شما را و خصوصا مهمانان عزیز را که از
پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه همیشه سبز و همیشه جوان و از شهر خجند بستانی و محفلی بزرگداشت یاد نام خادم نمایان جمعیت شاعر زنده عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شادروان مفضل اجمراد تشریف آورده‌اند. خوش آمدید میگویم و کنفرانس علمی ادبی مفضل اجمراد شاعر انسانگرا و وطندوست را گشاده گفته اعلان می‌نمایم. باعث تاکید است که محفل بزرگداشت با رضایت دستگیری و مساعدت رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده و پیشنهاد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند در شخصیت رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده دایر گردیده امکانیت فراهم آورد که امروز با برکت سخن بدیعی اهل علم و ادب گرد هم آیند. حاضران ارجمند حالا با کمال احترام مهمانان چهاربینی امروزه را به شما معرفی می‌نمایم. ادبیاتشناس معروف دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور استاد ارجمند عبدالنبی ستارزاده، شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله، نامزد علم‌های فیلولوژی دوسنت دیرکتور کتابخانه ولایتی عمومی به نام توشخواجه اسیری شهر خجند عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بهرام میرزایی. امیدواریم که هر کدام ما و شما امروز به برکت شعر نوابشعر عالمگیر و جانپرور شاعر مفضل اجمراد و صحبت استادان صاحبدل بهره‌های فراوان خواهیم برداشت. بار دیگر حضور شما مهمانان عزیز را خوش آمدید میگویم و تاکید کردنی هستم که یکی از دانشمندان سخنور رضا براهنی در کتاب طلا در مثل خود تاکید می‌نماید که در همه کار انسان با انسان سر و کار دارد الا در شعر که در آن با خدای پنجه در پنجه می‌زند. این سخن معنای آن را دارد که سخنور ایجادگر است، یعنی نوع آفریدگار سخن است و در کارگاه اندیشه خود سخن ناب می‌آفرد. و چه است اگر این آفریده او به دل راه یابد و به گفت ملک الشعرا بهار آوردن سطر و قوافی به خاطر نظم و راستن نباشد، بلکه شعر آن باشد که جوشد از دل و آید دلب باز بر دلها نشیند هر کجا گوش شنفت. مفضل اجمراد سخنور است که به گفت صاحب تبریزی محض با گرفتن دست سخن و مرتبه های بلند راه جسته است. محمد علی صاحب تبریزی میگوید که صاحب کسی به پایه شعرم نمی رسد، دستی سخن گرفتم و بر آسمان شدم. واقعا در ایجادیات مفضل اجمراد از جمله در مجموعه های مصلای خورشید، جلوه روز، محراب تمنا، عرض خیال و پرنیان سبز توجه به آثار بزرگان ادبیات گذشته ما سعدی، حافظ، کمال و از جمله صاحب خیلی زیاد می باشد و چندین مصرع‌ها و اندیشه‌های نو الهام بخش شاعر در ایجاد کلام بدیعی بوده است. ولی محض دست سخن گرفتن و بر پایه نردبان سخن قدم گذاشتن میتواند سخنور را به قله‌های بلند راهنمایی کند. در این باره مولانا جلال الدین بلخی خیلی به مورد تاکید میکند که نردبان آسمان است این کلام، هر که زان بالا رود آید به بام، نه به بام چرخ که اخضر بود بل به بام کز فلک برتر بود. بشک برای هنرمند یک شرط مهم سخنوری این آشنا بودن با کلام بزرگان گذشته، سخنوران همزمان و درک و معرفت آن است. محض همین مطالعه و آگاهی و از ادبیات گذشته و امروز به مفضل اجمراد امکانیت داد که هر سخن را در میزان خرد برکشیده سپس بیان کند. چنانه که صاحب تبریزی میگوید در نامه ما حرفی نسنجیده نباشد، از جیب صدف سفته براید گوهر ما. یعنی سخن اجمراد سفته و روان، دلچسب، پرمعنا و به گفته
شادروان، مومن قناعت، صبر و تمکین زمین و صاحب قدرت صحت آفرین است. چطوری که خودی او تاکید می نماید، سرخروی‌های او در آفرینش سخن از آتش خاطر در راک اوست. شاعر در جایی می گوید سرخروی‌های ما از آتش خاطر بود، در تخیل صد بهار تازه‌تر داریم ما. اطمینان کامل دارم که در روند امروز برگزاری کنفرانس امروزه و سخنرانی‌هایی که در برنامه کنفرانس پیش بینی گردیده‌اند، مسائل گوناگون مربوط به هنر سخنوری و استعداد شاهدی شادروان مفضل عجمراد بیان خواهد گردید. با چنین مقدمه نچندان کوتاه، حالا با کمال احترام سخن نخستین را به رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده می‌دهم. محترم ادیبان و زیاییان ارجمند، همدیاران عزیز، امروز در شهر باستانی پنجکین طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق با هدف گرامی داشتن خاطره ادیبان برومند دیارمان که در ترغیب و تشویق سیاست فرهنگ پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان، شناخت هویت ملی و ترنم غایه‌های وطن دوستی در جامعه خدمت ماندگار کردند، تجلیل بزرگداشت 70 سالگی شاعر شیرین بیان مفضل عجمراد برگزار شده است. من با احترام زیاد همه عالمان و ادیبان را که از مرکز جمهوری و ولایت به خاطر اشتراک در چاره‌بینی فرهنگی از جمله کنفرانس علمی و ادبی تحت عنوان مفضل عجمراد شاعر انسانگرا و وطن دوست و برنامه ادبی و فرهنگی بخشیده به یادبود این شاعر خوشبیان به شهر باستانی همان تشریف آوردند. از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و مردم شریف پنجکین باستانی خوش آمدید میگویم. باعث سرفرازی ماست که در زمان استقلال تحت سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان نام شخصیت‌های برومند جمعیتی و چهره‌های ماندگار ادبیات و هنر ملت ما دوباره بازشناسی شده، کارنامه و آثار گرانمایه آنان گرامی داشته می‌شود. با پیروی از این سیاست ادب پرورانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان رئیس ولایت سوق معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجبای احمدزاده نیز جهت گرامی داشتن خاطره و نام نیک بزرگان علم و ادب کلاسیک و معاصر تاجیک در مقیاس ولایت توجه زیاد ظاهر نموده، برای به طور شایسته برگزار گردیدن سالگرد سنه‌های مبارک عمر آنان و ارج به ارزش‌های مقدس فرهنگی مساعدت می‌نمایند. باعث افتخار است که ما زادگان شهر باستانی پنجکین نبیره‌های اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی و دوام دهنده اقدامات رودکی یک قطار شاعران دیگر تا لایق شیرالی و بعداً استاد کمال نصرالله و دیگر شاعران هستند و امروز مایه افتخار هر یکی ما و شما است که ما 70 سالگی شاعر عضو اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان مفضل عجمراد را تجلیل می‌نماییم. من گمان میکنم که در چاره‌بینی که امروز میشود در گرد و اطراف ایجادیات مفضل عجمراد عالمان فکر و عقیده خودشان میگویند و یک که در تالار امروزه ما که بیشتر ادبیات شناسا هستند، آموزگاران فنهای زبان و ادبیات تاجیک حضور دارند، از تمام مکتب‌های شهر آمده هستند، مهمان‌ها هستند و گمان میکنم که از همین اقداماتی که از سیاست ادب پرورانه محترم پیشوای معظم ملت برمیآید شما بهره میبردارید. استادان عزیز،
شما که امروز با هدف اشتراک در چهاربینی فرهنگی به شهر باستانی پنجکین قدم رنجه کرده اید، به دیار ما بار دیگر نور و صفا آوردید. باور دارم که شما استادان گرامی با ارائه معروضه‌های پرمحتوا در کنفرانس امروزی با پهلوهای گوناگون ایجادیات مفضل عجمرود روشنی می‌اندازید و یادداشت‌های خاطرانگیز خود را به سمع حاضرین رسانیده یاد و خاطر نیک این ادیب خوشبیان را دوباره زنده می‌کنید. حاضرین گرامی، در این لحظه‌های سروربخش گرامی داشتی 70مین سالگرد ولادت شاعر مفضل عجمرود به شما مهمانان و حاضرین ارجمند و به کار کنفرانس برای رو موفقیت آرزو ماندم. سلامت و سربلند باشید. تشکر محترم رئیس. واقعا هم بزرگداشت شخصیت‌هایی که برای فرهنگ و ملت عموما برای خلق و ملت خدمت‌های ارزنده انجام می‌دهند همیشه در یاد و خاطر انسان‌های نیک در حافظه تاریخ ملت باقی خواهد ماند و برگزاری چهاربینی امروز کنفرانس علمی عملی هم که به یاد و خاطر بزرگداشت شاعر شادروان مفضل عجمرود بخشیده شده است تأییدگری همین اندیشه می باشد. بار دیگر با شما عرض تشکر نموده تاکید میکنیم و امیدوار هستیم که برنامه‌های رنگین و چهاربینی‌های امروزی که در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به خاطر عرض گذاشتن به سخن والا و فرهنگ و معرفت و معنویات و فرزندان برومند کشور دایر می‌گردد تا دیرگاه در یاد و خاطر همگان باقی خواهد ماند. حاضرین محترم، پیش از آن که رشته سخن را به استاد دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور استاد عبدالنبی ستارزاده دهم می‌خواهم به یک نکته مهم اشارت نمایم. استاد از زمره سخنورانی هستند که در تحقیق و بررسی هم ادبیات گذشته بوی ما و هم در ادبیات معاصر تاجیک خدمت‌های ارزنده و شایسته انجام داده‌اند. در برابر صدها کتاب و آثاری که امروز به قلم استاد تعلق دارد، استاد مؤلف پیشگفتار کلیات شاعری خلقی تاجیکستان استاد زنده‌یاد لایق شیرعلی هستند و چهره هنری مقام و جایگاه استاد لایق را به طور شایسته معرفی کردند. استاد همچنین مؤلف پیشگفتار برگزیده اشعار شادروان مفضل عجمرود هستند که سال 2019 با نام نجوای محبت دسترس خوانندگان گردیده است. با کمال احترام سخن به استاد محترم عبدالنبی ستارزاده رئیس محترم شهر باستانی پنجکین عبدالخالق خالقزاده، مهمانان ارجمندی که از پایتخت آمدند و از گرد و گوشه آمدند، شهرهای دور و نزدیک، معلمان و شاگردان عزیز شما در مکتب هستیم و من میگونم که اینجا معلمان و شاگردان هستند و حاضران گرامی. زنده‌یاد مفضل عجمرود برخلاف بسیاری از کسانی که در این روزهای ما به شعر و شاعری بسیار هوس دارند، هوا و هوس دارند و از روی هوا و هوس درسترش میگوییم و به شعر و شاعری رو آوردند، کتاب چاپ میکنند، مجموعه چاپ میکنند، مجلس ها برگزار میکنند، محفل ها برگزار میکنند و نوشتجات به نام شعر خودشان را معرفی میکنند. لیکن مفضل عجمرود از جمله کسانی بودند که به کلام بدی، به ادبیات، به شعر، به شاعری بسیار مناسبت جدی داشتند.
شعر گفتن برای آن کس یک ضرورت زندگی و طلب معنوی بود. شعر میتوانم گویم که شعر برای عجمرود هستی و معنی بودنی عجمرود همچون شاعر، همچون انسان و همچون شاعر، همچون یک همچون یک نماینده زیایی تاجیک لازم و اون کس از جمله کسانی بودند که شعر نگفته نمیتوانستند، زندگیشون رو به شعر تصور نمیکردند. شعر باید میگفتند، هستیشون از شعر عبارت بود. اون کس در یک شعرشون همین مرامنامه شاعریشون رو، مرامنامه ادبیشون رو گفتند، اشاره ها کردند و اشاره بسیار خوبی هم است. این شعر هم نام عجیبی هم دارد، جناب سخن. بنابراین از اونجا من یک دو بیتش رو اقتباس میکنم تا که همین از شاعری، از نوشتن شعر چه مرام، چه مقصد داشتن در همون جای اشاره شده. اگر با سخن راز افشا ندارم، تو گویی که در این خواب محوا ندارم. اگر زنده ام بی سخن مرده باشم، ندار الفنا بلکه عقبا ندارم. جناب سخن باشدم گنج هستی، غنیتر ز دارا که همتا ندارم. شعر برای مفضل عجمرود واسطه بیان احساس و اندیشه، دیده و شنیده و خوانده هایش درباره انسان، زندگی و جامعه و یک واسطه شناخت خود و دیگران، شناخت همزمانانش، یک واسطه بود برای او. در شعر عاشق صادق وطنش تاجیکستان، گذشته و امروزه این سرزمین باستانی، شاعران و نویسندگان معروف آن از استاد رودکی تا استاد لایق. خب چون در پنجکین که هستیم، از شاعرانی که از این دیار و از این وادی برآمدند، به میدان آمدند، از اونا هم یاد میکنیم. مستان، شیرعلی، سرمد، اینها همچنین طبیعت زیبای کشور تاجیکستان، مخصوصا در شعرهایشان عجمرود از دوشنبه و ورزاب خیلی یاد میکنن، مثل که استاد دایق میکرد این کار را. از پنجکین تو از نگنا دیه شریفشون یاد میکردن و همچنین اون کس از بهار و نوروز این دیار، این سرزمین یاد کردن، وصف کردن و همچنین در وقتهای آخر در زمان استقلال از دستاوردهای دوران استقلال، دستاوردهایی که ملت تاجیک در این دوران با سروری رهبرانش، پرزیدنت محترم کشور جناب عالی امام علی رحمان و دیگر داشتن، از اینها یاد کردن. و همچنین یک زمان، یک مرحله بسیار دشوار بسر ملت ما، بسر خلق ما آمده بود تاجیکستان، سالهای 90، سالهای فاجعه با، از اینها بسیار بدر یاد میکنن این کس و یک نوع مرثیه‌گوی یا اینکه مویه کننده این روزهای سخت بودن. مفضل عجمرود
رسالت شعر رو، وظیفه شعر رو در آن دیدند که با سخن به جانهای غم بیمار شفا بخشد و قلم را برای نوشتن تومار عافیت، تومار یا ردنامه‌ای که از همه بلاها انسان رو، کشور رو نگه می‌دارد، به همین خاطر قلم به دست گرفته بودند. اون کس میگویند در یک شعرشون: قلم را در دعا رنگین کنم تومار بنویسم، قلم را در دعا رنگین کنم تومار بنویسم، شفا بخشنده جانهای غم بیمار بنویسم. هدف اصلی از شاعری و عقیده مفضل عجمراد نشان دادن قدرت خود در حسن بیان در سخنسنجی، یعنی هنرنمایی در استفاده واسطه های تصویر، دانستن وزن و قافیه و غیره نیست. تصویر آوردن، تشبیه گفتن یا کنایه کردن یا مجاز گفتن و قافیه درست و قافیه پربها و بی‌بها را رعایت کردن، حالا این شعر نیست. شعر نیست، بلکه شعر عبارت از تصویر معنی های شاعرانه و نو و تازه‌ای که باید شاعر کشف کند. کاش که بعد مرگ زیستمی تا بدانستم که کیستمی. بفهمید؟ واقعا هم قدر آدم کی بودنش، موقعش پس از این معلوم میشه. اگر خدمتی کرده باشد نامش میمونه. بخت بلند زندگی مفضل عجمراد در آن است که امروز او را به شرافت شعرهای خوبش که در این شعرهایش خودشان میگن که من پدیدار هستم، عکس یافتم، باستاب من در شعرم هست میگه. و همچنین اون فعالیت باثمری که عجمراد همچون متخصص، همچون روزنامه‌نگار، همچون ترجمان، همچون شاعر، همچون مأموری که در اداره های رسمی دولتی کار کردند، نامشون، ذکر خیرشون رو خودشون مناسب و سزاوار یافته بودند. اگر از این مقام و منزلت خود عجمراد زنده‌یار هنگام زنده بودنشون با خبر می شدن که امروز ما بعد از 3-4 سال مرگشون یاد میکنیم در سطح بسیار بلند، در جمهوری، در ناحیه، در محلها، در دانشگاه و در مکتب‌ها و در اینها، اون کس البته میگفتند و راضی می بودند که زندگی که کردند، ایجادی که کردند مناسب زنده نگه داشتن، احترام زیاد داشتن به شخصیت همین گونه یک انسان است. نام عزیز و یاد گرامی مفضل عجمراد خودشان بسیار دوست می‌دارن در شعرهایشان که میگن که من آدم مقرری نیستم، من آفتاب‌اندیشم. مثل که آفتاب نورش رو به همه فرق ندارد که پهن میکند، من آفتاب‌اندیشم، من آسمان نهاد هستم، من آدم مقرری نیستم، من آدم آسمان نهاد هستم، من آینه سیگال هستم. مثل که آینه همه رو عکس میکند بدون برفرق، من همین گونه آدم هستم میگه. روشن روانم، پاک دیلم، زیبا پرستم. خودشان میگن بهار دوستم، گل پرورم، نوروز مقامم، عشق اندیشم، ثناخوان سخنم، راد مردم، همت بلندم، صداقت کیش و وفادار هستم. حاضرین ارجمند در سخنرانی استاد پروفسور ستارزاده بسیار نکته‌های مهمی هنر شاعری زنده‌یاد مفضل عجمراد تحلیل و بررسی گردید. تا اونجایی که بنده آگاه هستم در همایش امروزه، در کنفرانس امروزه
اکثر آنهایی هستند که با تعلیم و تدریس در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی عالی سر و کار دارند، اینجا حضور دارند. امیدوار هستیم که یک شاهبیت‌های بسیار زیبایی که در حقیقت استاد خواندند و از جانب همه پذیرایی شد، همین‌های نویسه گرفتن در کار. فکر میکنم که برای تربیت جوانان، برای تربیت معنوی اهل جامعه این نکته‌ها بسیار مهم است. بار دیگر استاد عزیز تشکر از شما. شاعر میگوید که شعر گفتن گرچه درست گفتن بود، لیک فهمیدن به از گفتن بود. در حقیقت این تحلیل هایی که مثلا شاعر ایجاد میکند، اما وظیفه ما معرفتگران آن است که و کنهی این مطلب ها وارد شویم و برای خود از آن برداشت ها در زندگی کنیم. حاضرین محترم، تاکید میکنم که در رابطه با چهره بینی هایی که به بزرگداشت این شاعر زنده یاد دایر گردیده ایستادند، کلیات اصول شاعر در مجموع و چاپ رسید. بسیار صفت بلند و ارائشات خوب این کتاب با تعداد شایسته به نشر رسیده است. امیدوار هستیم که شما این کتاب رو ورق‌گردان میکنید و از داخل این کتاب از هر حرف و هجای آن چهره مؤلف آن را میجویید، یعنی چهره معنوی ایجادکار محض در آثارش، در آفریده‌هایش نهفته است. اگر به نشرهای گوناگون آثار مفضل اجمرود توجه کنیم، چنانه که من قبلا تاکید کردم، چندین مجموعه های ایشان به نشر رسیده است و این کلیات آن کس است. مشاهده میکنیم که در اکثر مجموعه ها بعضاً بیت ها، بعضاً مصرع ها، بعضاً کلمه ها تغییر یافتند، در نسخه پیشین دیگر، در نسخه بعدین دیگر. این چی رو افاده میکند یا چی رو میفهماند؟ گپ در سر آن است که هر یک هنرمندی که هنرمند اصیل ایجادکار همیشه به کار و آفریده خودش با چشم انتقادی نگاه میکند. مثلا استایی که با چوب سر کار دارد، وقتی یک چیز آفرید اون رو باز هم پیوسته میخواد تکمیل دهد، هر یک آفریدش به نظرش ناکامل میتابد. این تنها خاصی آنهایی هستند که باری سنگین ایجاد آفرینش رو درک میکنند و تحمل کرده میتوانند. به نظر من مفضل اجمرود از همین گونه سخنوران بودند که نسبت ایجادیات خود بسیار سختگیر بودند، پیوسته آفریده خود رو با نگاه انتقادی و آفریده های خود نگاه میکردند و آن رو تغییر میدادند. از این نقطه نظر بعض تفاوت ها در بین نسخه های آفریده های ایشان هست. البته در گذشته مثلا ما دیوان حافظ، سعدی، کمال و دیگر رو اگر مثال بیاریم، اونجا عامل ها دیگر هست، از بس که اون وقت نسخه برداری و دیگر عامل های مثلا تصرف و متن و غیره وجود داشت. اما امروز شاعران بزرگ همیشه آن گونه هستند که آفریده هاشون قرینه های گوناگون با قرینه های گوناگون تا زمان ما آمده رسیده است و چنانه که تاکید کردم مفضل اجمرود همین گونه شخصیتی بودند که با یک نوشته خود، آفریده خود قناعت نمی‌کردند و پیوسته آن را تکمیل می‌دادند. از یگان جهت این نشانه بهره فراوان از طبع بلند معنی‌شناسی مفضل اجمرود گواهی می‌دهد. حاضرین گرامی، نقش شاعران در تربیت معنوی و وحدت اهل جامعه بسیار کلان است. یکی از همین گونه سخنوران شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله می باشند. ما میدانیم که سالهای 90 بر اثر کشمکش‌های سیاسی و جنگ برادرکشی که در کشور ما سر زده بود، شاعران از اولین نفرانی بودند که صلای وحدت زدند، بانگ خطر زدند و اولین نوشته‌های خود را به مسئله وحدت، همگرایی و هم آمدن، متحدی، آرامی، آسایشتگی، صلح و ثبات سرودند. استاد در همان زمان شعر استاد کمال نصرالله با نام تاجیکستان را دیگر قسمت مکن بسیار معروف بود. تاجیکستان را دیگر قسمت مکن، بین ختلان و بدخشان و زرفشان
مادری را چون توان قسمت نمود پاره پاره بین فرزندان. تاجیکستان را دیگر قسمت مکن در میان تاجیکان ای بی نظر. دیده آیا گریه تلخی فریدون تا هنوز آید به گوش در برش بنهاده سرهای پسر. دیده آیا درخت سبز باشد بی زمین بی ریشه بی پیوند. من ابیات پراکنده از این شعر برای شما قرائت کردم. مجموعه استادم یک مجموعه شعرهایشان با نام تاجیکستان رو دیگر قسمت مکن چاپ شده بود و بیانگری همین مطلب است. در حقیقت ما وقتی که با دو سخنور حالا چون رشته سخن به استاد واگذار میگردد تاکید کردن هستم که هر دو سخنور شعر میگویند و زحمت سراییدن شعر آگاه هستند و میدانند که شعر با چه مشکلات تولید می شود. استاد کامل نصرالله یک شعر بسیار جالب دارم میگویند که شعر گفتن گریه کردن، شعر گفتن خنده کردن، کودک نوزاده را تا سحر 100 ساله کردن و بر مقتضای یک بیت بسیار معروفی که میگوید قیمتی هم پیشه را هم پیشه میداند که چیست، ضرب دستی کوهکن را تیشه میداند که چیست. حالا با کمال احترام سخن را به استاد کمال نصرالله شهر اوریانی پنجکین، خاک پاک سردیانی پنجکین، آستانت آستانی راستان، داستانت یشت‌های باستان. من با وظیفه افتخاری دارم که از نام ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان، از نام رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم به همه شما سلام و درود و پیام بیارم، تبریکاتشان رسانم، تبریکات ریاست اتفاق نویسنده های رسانم. بسیار عذر پرسیدن از آن که همین این حیات ما بسیار بزرگ بود. همین یک روز پیش از آمدن ما خوب با نقشه حکومت گروه های ادیبا سفربر شدن به ولایت ختلان، به رشتان زمین و حاضر همه در همین خیلی ملاقات ها هستن. لیکن گفتن که یک برتری همین که از بس که پنجکین سرزمین شعر و شاعرخیز است، بنابر همین در دیگه جا اگر یک نفری باشه به اینجا دو اعضای ریاست، دو عضوی ریاست اتفاق نویسنده های میفرستن. یک استاد عبدالنبی ستارزاده عضو ریاست هستن و ما همین شریف بزرگ داریم که همین اصلا تبریکات اتفاق نویسنده سال گذشته در یک جشن بسیار با شکوهی که در کاخ سروش در دوشنبه برپا شده بود، نمیدونم قریب 3.5 ساعت دوام کرد و مردم شعر مفضل عجم‌رود میشنیدن و گوش میکردن و هیچ کس رفتن نمیخواست و در آخرش رئیس محترم همین از اومدن شرکت کردن، صحبت کردن و سر ما بلند شد برای اینکه با من همونجا گفتم دل پرخطگی این سرزمین شاعرخیز، این سرزمینی که بزرگترین شاعرای داشته است باید همین رئیس داشته باشد، رئیس شعردان، شعرفر. این کس 1 ساعت قریب عذاب شعر خوندن. من شخصا بسیار افتخار میکنم با اون که از همین سرزمین شاعرخیز هستم. من افتخار میکنم همه ما شما شرف بزرگ داریم که در همین سرزمینی که قدوم شعرا رودکی به دنیا داده است، در همین سرزمینی که استاد لایق داد، در همین سرزمینی که اینقدر ادیبای ورزیده که من نام برم خیلی طولانی میشد داده است، ما شما در همین سرزمین نیز زندگی میکنیم، به دنیا اومدیم. پنجکین فقط افتخار پنجکینتیان نیست، پنجکین افتخار تمام تاجیکستان است، روید که افتخار دنیا است. گفتم باید نکنم میدونید برای چی؟ ایناش معلوم است. من
خب درباره برادر بسیار عزیز و ارجمندم مفضل اجمرود یک مقاله مفصل هم نوشتگی هستم بعد از مطالعه هم کتاب نجوای محبت. میخوام درباره چند ویژگی های اول انسانی بعد مثلا شاعری ویژگی های انسانی شاعری مفضل اجمرود با هم آمیخته است، جدا کردن نمیشود. همون سربلندی و همون شکوه و وقار و جوانمردی هایی که در شخصشون بود همون در شعرشون تجسم شدگی. همین چند ویژگی همین ویژگی اول شعر مفضل همین روحیه سالم، روحیه قوی جوانمردانه، احساس بلند انسان دوستی، ملت پرستی است. همین روحیه اساسی دو خط سرخ میگذارد از جلدیات مفضل. یکی همین دوم عشق محبت. همین کتابشون بیهوده نجوای محبت نام ندارد. همین دو چیز در سراسر اشعار مفضل اجمرود یک نور افشانی میکند، یک روشنایی میاندازد. خیلی همین یک شعر اولی که در همین کتاب آمده است وارثان نام دارد. یادگاریم من و تو ز همایون نظران، زان بزرگان پدران، رازمردان بناموس و مبرا گوهران، آریای نسبان، پرجگران، پرهنران و از همان نیک و بدی دور خمر با خبران، سوجویان ز پرخاش و ستم بی هزاران، بر خاک وطن و اسمت بر خاک وطن و اسمت ملت سپران. ببینید در هم یک کوره کوچک مفضل کوشیدگی که تمام صفت‌های جوانمردانه تاریخی ملت ما تا گذشته‌های خودشون را تجسم کنند. خیلی صفت چینی کرده و این هم یک خصوصیتی که همین در سرشت همین افتخار ملی، افتخار انسانی، افتخار وطنداری در سرشت مفضل همیشه بود. ای عزیزان که از یک شمع هزاران مشعل در راه ظلمت عهد کهن افروخته‌اند، در زوایای مخوف شب آبستن روز آبستن شب. همین صفت گذشتگان پدران خود را در عباره‌های دو شاعران مثل دیجور شب، از قلب شب، از روربر همدان حکم سحرگر، تازه پیش آمد قسمت بکند مجدوری، در حریم فلک پیر مجلا قمر، در دل شب شود آینه به یاد سحر. اینا همین صفت‌شنی هایی که اینا هم تو خالی نیست، اینا در پشتشون تجسم یک خلق ملت. لیکن ببینید به طریق خاص خود همین نوجویی های شاعر همون وقت شعرش یک قدر پیدا میکنه که سیمای خاصی خودش داشته باشد. همین تازه جویی و کوشش نوگویی مفضل در همین شعرها، اصلا در همین شعرهاشون هویدا هست. وطن ای وطندار، وطن مادر جان من و توست، سرزمین است مقدس زیدم صبح نخست، ما و تو حجت گویای ابرمردانیم، هم نژادان فریدون و ظفرمردانیم، وارث مزدک و دارا و کیومرثانیم، هم ردیفان نواهای کهندستانیم، از کیان تا بکنون مردم عالیشانیم، واجب آن است که خود جوهر خود را دانیم. همین خودشناسی ملی میگوییم. همین یک راهنمایی بسیار عالی‌جناب برای نورس‌ها جوان‌ها در خودشناسی ملی است. خیلی دعوت بعد همین خیلی میشد که هموطن ما و تو باید بسان پدران در همه مرز وطن تخم صداقت کاریم، همچو فرزند هنرمند به امداد وفا پرچم وحدت ملت و سما برداریم. من همین متای اساسی و طور پودی اشعار مفضل اجمرود همین وطن دوستی و چون گفتم عشق است. همین دو خطی که و میبخشد کارنامه پیشرو نام دارد. همین موضوع راغون و بستن پیش دریا واقعا یک پدیده ما همونجا بودیم دیدیم که این یک چیزی بود که برای تمام دنیا نمیدونم یک
намунаи ибратам буду як чизи бисёр муҷаллои масалан симои президенти моам буду, миллати моам буду ки пеши дарё бо масалан булдоза чихел ҳамин президенти мо пеши дарёи бастанд. Ина мо дидем дарёе ки ҳоли ҳеҷ чӣ набуд, баъд охираш маҳкам шуд. намедонам як соат зиёд буд ҳамин кора кардам, мо ҳамина медидем ва ҳамина манам шеър кардаги бисёро шеър кардаги муфаззал ҳамин як бисёр чизи нағз навиштаги корномаи пешво ва инҷа ҳамон замини водии вахшобу кӯҳу бора меларзед, рагунсар сӯи маҷро саҳраҳои хора меларзед. аз ин ҳангома руди ваҳш аз ҳар саркашӣ бигзашт, сари таслим пеш офканду аз дарёвашӣ бигзашт. اینانی رخش آهن پیکری بگریفت بر دستش، به آن دستانی در سازندگی این وطن پیوستش. دمی بیستود ایزد را که ای جان آفرین امداد، بربندیم این صد را. بلند آهنگ از دیواری چین سدیم مسدد را، که کاخی نور ملت تا شود بنیاد. ز زوری رخشی آهن تن و جوشی غیرتی بی باک کینت، رستمی بانند و صاحب فن. زمینی وادی وخشاب و کوه و بارم می لرزید، نگونسر سوی مجرا صخره‌های خاره می لغزید. از این هنگام رود وحش از هر سرکشی بگذشت، سری تسلیم پیش افکند و از دریا وحشی بگذشت. برومندانه دریا را چو بست این مردی روشندیل، به خاکی تیره یکسان گشت آن اندیشه باطیل، که تاجیک کاخی نوری خویشتن بنیاد نتواند. نه، این سرور کند کاری که صد فرهاد نتواند. زیهی ای نصرت آیین پیشوای ملتی تاجیک، نگهبانت خدا باشد برای ملتی تاجیک. شعری خجستگی شعری مفضل در این است که بسیار همه سوها است. مفضل بداهتاً چیزی که در وجود هست بیرون ورگی شخصیت در شعر تجسم شدی. شخصیت چون چه بود؟ شخصیت سربلند، جوانمرد، خیرخواه، نیکبین، همین خیر. یعنی که در زندگی همیشه من مثلا شخصا طرفدار اون نیستم که در شعر شعر انسان رو افتاده کند. شعر برای این نیست. شعر برای اون است که دل شما به زندگی گرم کند، روی شما بردارد، بلند کند. انا شعر مفضل، انا همین گونه شعر است. حاضران گرامی، استاد کمال نصرالله در برابر آن که شاعر آتشین سخن هستند و کار تحقیق شعر هم دست می‌زنند. یک رساله ایشان درباره شاعری به نشر رسیده بود. یک کتاب دیگرشان با نام شهرپسر خیام درباره شعر استاد لایق شیرعلی به نشر رسید. تقریبا درباره اکثر سخنوران همکسبان خودشان راجع به شعر آنها تحقیقات انجام دادند و اخیراً همین شماره آخرین هفته‌نامه ادبیات و صنعت اقدام نوبتی استاد در مورد شعر پژوهشی در مورد شعر ابوالمعانی بدین دهلوی به نشر رسید که بیانگری ظرف و قریحه بلند استاد در شناخت سخن است. واقعا بسیار خوب تاکید کردند که مفضل اجمرود در برابر ایجاد شعر کلمه هم می آفرید. بنده هم وقتی که به دیوان شاعر نظر کردم خیلی کلمه های هستند که خود شاعر آفریده است.
البته کلمه سازی کاری هر شاعری نیست. هر سخنوری نمیتواند یک کلمه‌ای نوی آفرد که از جانب اهل سخن پذیرفته شود. همین گونه کلمه ها تعدادش در شعر مفضل اجمرود خیلی زیاد است. مثلا میگویند که در یک غزل بسیار عجایب دارم: مردان خرد با همه مردان نگرایند، در گوه نشین دل مردان خدایند، گر بی بسران بی هنر و جامه سیاهند، آیینه سیگالان همه آیینه ربایند، تا عالم معنی برود مردم غفلت، باعث پیراهی علم و ادب آیند، پاداش فرومایه مقدر ز قضا بود، نسپاس کسان در دو جهان اهل جزایند. همینجا کلمه نسپاس کسان بسیار موافق افتاده است و یعنی که خواننده در آن میفهمد که آنهایی که ناسپاس هستند، یعنی مطلب روشن است. و میگویند که ناآمدگان را خبر از ما برسانید، آیند اگر در صفت مرد بیایند. ببینید چقدر بلند این باید خیال شود با یک بیت دیگری که ناآمدگان اگر بدانند که ما از دهر چه میکشیم نایند دیگر. بسیار یک معنی هر دو بیت هم شاهکار است، هر دو بیت هم بسیار بلند و خوشایند است. بار دیگر تشکر استاد. حاضرین گرامی، امروز به نمایندگی از بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکار ما، دوست ما، ادبیات شناس بهرام میرسعید حضور دارند. چنانکه که تاکید کردیم حالا میخواهیم که این کس سلام و پیام اهل ادب ولایت رو به شما و اشتراکچیان کنفرانس برسانند. محترم رئیس، استادان ارجمند، اهل محفل، البته چنانکه شما تا این لحظه آگاه شدید، مطلع شدید، واقعا شخصانی نیک منیش، نیک کردار، نیک خصلت، انسان‌هایی که وجودشان سرشته نیکی است و از خودشان نام خیر گذاشتند، هیچگاه از یاد مردم، از یاد خاطره خلق فراموش نمی‌شوند. و این گفتگوزارها و صحبت‌های شیرینی که تا این دم استادان اینجا ارائه داشتند برای شما چهره حقیقی و واقعی یک سخنوری توانا را برای ما واقعا به جلوه آورد، به نمایش آورد و ما احساس کردیم که این لحظه ها روحی استاد مفضل اجمراد از همه ما و شما شاد است. اینجا در مورد شعر و شاعری استادان از صحبت‌های زیاد گفتند و تاکید هم شد که استادانی که در این تالار هستند، اکثر مهمانان استادان دبستان ها هستند، در مکتب ها کار فعالیت دارند و شاید این گونه محفل ها هم با حضور استادان خیلی کم اتفاق افتاد. و یک نکته را یادآور میشویم که شعر با ملت تاجیک همیشه توأم هست، با ملت تاجیک همزاد است، ولی در میان خلق‌های عالم هم از قدیم هم همین گونه البته محبت به شعر بسیار بوده است. همچنان که استادان تاکید داشتند، ما از لحظه آمدن به شهر پنجکین از آغاز این تدارکات دریافتیم که واقعا راهبریت مقامات محلی حاکمیت اجرایی شهر پنجکین با راهبری رئیس محترممان عبدالخالق خالقزاده برای پیشرفت ادبیات، برای رشد و رونق تمام ساحه‌های حیات جامعه به تازه‌کاری‌ها، به نوآوری‌ها دست دادند که این شایسته تسخیری و شایسته استقبال است. و من موظف هستم، وظیفه‌دار هستم که از نام تمام ادیبان ولایت سوخت، خاصتا از نام رئیس بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، هم شاعری خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام استاد رودکی احمدجان رحمتزاد، همه شما را، تمام مهمانان عزتمند را، تمام اهل تالار را، پیوندان استاد اجمراد را با این سنه بسیار فرخنده، با این یک محفلی بسیار زیبایی نکوداشت تبریک مبارکباد گویم. و تاجیک‌ها یک مقال بسیار زیبا دارند که اگر به آسیا که در آمدید البته باید جامعتان سفید شود، گردی آرد باید به شما زند. ما هم
аз китобхона омадем ва ҳам аз бахши суғдии иттифоқи нависандагон бо як кафкӯбии осмонкафи шумо ман чанд китобро ба раиси муҳтарам тақдим мекунам. соли гузашта ҷашни 70-солагии устод аҳмадҷони раҳматзод буд. 2 ҷилди осорашон ба таб расида. Аз ина гуфтанд махсус боз ба муҳтарам раис ҳамчун тӯҳфа ба тамоми мардуми шаҳри Панҷакин тақдим кунем. ман дар мавриди куллиёти усури муфаззали аҷамрод ки бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳри Панҷакин хостанд, раиси муҳтарам абдухолиқ холиқзода ба нашр расидааст. ба шумо гуфтам китоб воқеан бо теъдоди арзанда ва бо сифати арзанда нашр шудааст ва дар кори таҳия мураттаб шудани он дар хизмати яке аз фидоёни роҳи илм, доктори илмҳои филологӣ профессор Шарифмурод Исрофилниё ки заҳмати сухани аввалини ҳамин китоб, сарсухани китоб, пешгуфтори китобро навиштан бар ӯҳдаи ишон вогузор шуда буд, зикр кардан ва худи устод ҳам дар чорабини имрӯзаи мо ҳузур доранд. Аз ишон хоҳиш мекунем ки чанд андешаҳои худро дар мавриди бардоштҳояшон аз шеъри муфаззали аҷамрод баён доранд. Марҳамат устод. بنده‌ام پاکروی را که بنده‌ام پاکروی را که در این دیر کهن تازیت پاکزید ور برود پاک رود. من برای این نمایش پرشکور خواسته برای نشر آثار دوست مرحوم مفضل اساسات از تشکیل کنندگان این نمایش علل خصوص از رئیس محترم خیلی سپاسگزار هستم که آثار یک سخنور چاپ شدن آثار یک سخنور این یک افروختن شمع در تاریکی میبینیم. دوست مرحوم ما خیلی خوش داشت که با کتاب خاصه آثارش دسترس عموم شود. راستی همنشینی با این شخص سخنور مانند مفضل یک بختی بلند است. سرچشمه های ایجاد اجمزاد ببینید محیط زندگی، محیط اطراف در تربیت سخنور خیلی مؤثر است. اجمراد در محیط علم سخن در پنجکین سخنور به دنیا آمده است. راستی این دیار ما و شما شهرت جهانی دارد. آغاز تمدن از دیار ما سرزمین ما تنها سر زمین نیست، آغاز تمدن هم هست. و محیط خانوادگی مفضل اجمراد پدر آموزگارش که از شخصیت‌های خیلی برومند در دیاری نه تنها در وادی زرفشان حتی در کولاب اونها که کار کردن نقد می‌شناسند. و همین محیط خانوادگی پدر فاضل توانست اجمراد را به سوی سخنگستری و سخنشناسی هدایت کند. ببینید در سنت ملت ما همین است که وقتی فرزند خاصه پسر تولد می‌شود در همون روحی سنت های ملی تربیت میکنند. خب دوران شوروی اکثری ما شما پرورده دوران شوروی هستیم، بعضا همین چیزها بی‌اعتنایی بود، ازمون کمتر از سنت ها دور شده بودیم، از رسول خط دور شدیم. ولی در خانواده پدران خوشنام، پدران دوراندیش پسر را وابسته به همون سنت های ملی تربیت میکردند. با دیوان سعدی و با دیوان حافظ و زیر بالین کودک دیوان حافظ میگذاشتند. و اجمراد در همین محیط خانوادگی دانشپرور خردگرای به بار رسید. یکی از سرچشمه‌های اساسی اشعار افزاد اجمراد انا همین محیط خانوادگی که تاثیر گذاشته است. در ادبیات ما مادرنامه خیلی زیاد نوشتم. خب مادرنامه استاد لایق میدونید، دیگرها فرزانه دارن، دیگرها حتی در ادبیات ایران زیادن. پدرنامه کمتر نوشتم. پدرنامه‌ای که اجمراد نوشته است در ادبیات ما این بی‌نظیر است. واقعا خیلی باسود، چون که در تربیت کمالات معنوی شخصیت معنوی اجمراد پدر نقش مؤثر داشته است. من در امان پیشگفتار خیلی به تفصیل سخن گفتم، اینجا سخن رو به درازا نمیکشم، نمونه نمیبرم، میتونید بخوانید. پدرنامه خیلی خوبی دارد که بعدا رشد شد. بعضی شاعران جوان ما
همین سنت را ادامه داده ایستادند. خب دیگر از سرچشمه های اشعار عجمراد این همون محیط علمی دانشگاه دوشنبه، دانشگاه ملی، دانشگاه دولتی به نام ولادیمیر لنین بود بیشتر و خصوصا فاکولته شهرشناسی. استاد ستارزاده درس گفتن. خیلی کسانی که فاکولته شهرشناسی ختم کردن خیلی میدونن که آنجا قبول شدن خیلی دشوار بود. حتی با 4 تا امتحان بود 4-5 میگرفتیم میرفتیم. و همون محیط علم پروری دانشگاه ملی امروزه یکی از سرچشمه های ایجاداتی مفضل عجمراد است. آنجا بزرگترین دانشمندان درس میدادند و خاصه متخصصان زبان عربی را مانند دیمیچیک درس میدادند. خود نقاش، استاد نقاش در تربیت معنوی عجمراد و کمالات شخصیت را خیلی موثر بودند. ببینید حافظ میگه در ازل پرتب حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. دوستی ما میگه صبح ازل که عشق به محراب جان فتاد، زین فتنه شور و شر بر سری بندگان فتاد. قافیه دیگر اما همون مضمون است. یا ببینید حافظ میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. عجمراد ما میگه سالها دل سخنی عشق مقفا میکرد، فکرتی منظری وحدت کده القا میکرد. یا ببینید همین شور و شرر غزل مولانا در غزلیات عجمراد مشاهده میشود. من شعر مولانا میخوانم فقط از آن عجمراد رو میخوانم، در شما احساس میکنید. نمی گنجم در این دنیا، نمی گنجم تنی تنها میانی توده تنها نمی گنجم. یا شعر دیگر رخنگری جان من، جلوه جانان من، اشک بسر آه دل در دردم و درمان من، مستم و دیوانم قلزم میخانم، درگه هوشمند کو شحنه دستان من. یا به شعر دیگر من طاهر طهارم، دیداری مرا دریاب، من عابد قهارم، گفتاری مرا دریاب. یا ببینید به حضوری باده مستم، هم در و دیوار مست، عرش مست و فرش مست و کوچه و بازار مست. این هم گمان میکنید که شعر مولانا است. عجمراد در پیروی مولانا است. یا ببینید همون شعر مشهور کمال خواجندی خود میدانید گفتم ملکی یا بشری گفت که هر دو. این عجمراد خیلی خوشرو پیروی کرده است. گفتم صدفی یا گوهری گفت که هر دو، از کلثوم چین یا خزری گفت که هر دو. یا شعر عجمراد میخونم از به خاطر شما شعر کمال میبیارم. دل بسوی مادری جان است من اینجا غریب، چون کند بیچاره دل با من تنها غریب. البته از خاطرتان خطور کرد دل مقیمی کوی جانان است من اینجا غریب. شاعری دیگری که عجمراد از وی پیروی میکند بهره میبردارد حافظ شیرازی است. من شعر عجمراد رو میخوانم به خاطر شما شعر حافظ میبرم. اخبار چیست جانا به حریت رسیدن، من در فضای وحدت بیغم نفس کشیدن، آسوده حال بودن در کشوری نیایی، بس خان مادری خود نام و نمک کشیدن. اما شعر حافظ دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن. یک چیز خوبی است که عجمراد مضمون قافیه وی را از حافظ میگیرد اما معنی مضمونی زمانوی میگیرد. من ببینید گمان میکنید که پره شعر مدرن معاصر است. خوش دولتی است خفتن در بستری فراغت، از بر صبح نو رسیدن بوی وطن شمیدن، در عهد نوجوانی با جهد پرتوانی باید تنابی دانش از دست نگسلیدن، همپای میه‌ورزان همسال نیکمردان در جاده صداقت عشق وطن گزیدن. یا از سعدی اگر میبینم مثال میبینم شما بگیرید. یک چیز که در شاعران مثلا شما طورالله خواند که بیشتر به بیدل پیروی میکند و در آخر میبرد و سخنی با یک مصرع بیدل جنبست میکند. اما عجمراد برعکس اول سخنی بزرگوار رو میبرد برتری آنها سخنی خودش رو میگه. ما از تو بغیر تو نداریم تمنا، حرص است که پرنوش کند باده گدارا. مثل یکم سعدی از آن دیم عجمراد. یا بینید دیگر امروز از فراق یار میپیچم شمار، ترسمان است که بشناسم افسون باز را. یا از حافظ میگیرد فیض روح ارباز مدد فرماید، قادرایی با هنرها که یدی ویزا کند. خوب دیگرها
و از همه شاعری که اجمرات بیشتر پیروی میکند خاصه در مغایاش حکیم ابوالقاسم فردوسی. تمام مثنوی‌هایی که دارد یا مرثیه‌هایی که در قالب مثنوی صورت همه در پیروی شاهنامه فردوسی و در آن بحر متقارب است. این حتی همین من میخوانم گمان میکنید که سخن فردوسی است. جهان آفرینت نگهدار باد، محبت نگهداری هر کار باد. چو پیروز گشتی بزرگی نمای، و هر جای از خیر نوری فزای. خب دیگرها چیزی دیگر که در کلیات اجمرات خیلی مؤثر است سوگنامه ها. من سوگنامه بسیار خواندم. راست سوگنامه‌ای که اجمرات دارد تمام سوگنامه‌های مرثیه‌ای که خاقانی سروده به خاطر میاد. خیلی هنر ماندنه و خیلی جانسوز. مکانش ملک خانه پاک باد، روانش فلکتاس افلاک باد. واقعا یک نکته بسیار خوب به اشاره کردند که گفتند که در مسئله سوگنامه‌ها یکی در اصول مفضل اجمرات و در این مجموعه جای شده است. واقعا بسیار پرسوز هست، بسیار حرف بلند هست. تنها بیان عمد و بیان معنی و اندیشه نیست، سخن آفرینش سخن، قالب سخن، انتخاب کلمه، ترکیب مطلب ها بسیار در سطح بلند انجام شده است. بسیار مؤثر هم هست این شعرها و واقعا به دل هر یک نفر می نشیند. حضورین گرامی، من اینجا وقتی که در تولور نگاه میکنم بسیار دوستای عزیزی دیگری ما که از شهر دوشنبه تشریف آوردن در برابر دوستای ارجمند ما که اهل علم و ادب هستند، اهل سخن هستند، در همین تولور هستند، یعنی کار و فعالیتشان در همین جا هست. من در نظر دارم اونهایی که از بیرون من سینای ابو علی کوهزاد فتح الله، علیشیر قناعتزاده و دیگران رو میبینم که حضور دارند. حضور شما هم به این محفل خوش باشد دوستان عزیز. و حالا در برنامه چهاربینی امروزه ما باز هم یک معروضه دیگر باقی هست. پیش از آن که من سخن رو به معروضه‌چی نوبتی دهم، باز هم میخواهم به یک نکته که پروفسور اسرافیل نیا تاکید میکنند. میگویند که از هر سطر شعر مفضل اجمرات موضوع وطن مادر رو میتوان احساس کرد و یک بیت بسیار زیبا رو میبرند. میگویند هر کی را مهر وطن در دل نباشد کافر است، دعوی حب الوطن فرموده پیغمبر است. یعنی در این بیت مهر و محبت ایجادکار به وطن و محقق تاکید میکنند که تصویر زیبایی های تاجیکستان، جشن های نوروز و مهرگان، نژاد اوریایی و تمدن بی‌نظیر آن سر از شاهکاری های دوران استقلال، کارنامه پیشوای ملت، یاد دوستان و استادان از جمله آهنگ‌هایی میباشند که شاعر در پرتو موضوع میهن ملت فرشته نظم در آورده است. امیدوار هستیم که شما با مطالعه دیوان کلیات اصول شاعر این مطلب رو درک خواهید کرد. برای چنین یک معروضه مفصل بار دیگر به شما تشکر اظهار میکنم و حالا با کمال احترام سخن به استاد دانشکده آموزگاری تاجیکستان نامزده علم‌های فیلولوژی دوچنت گلپری شریفова یاد می‌شود. در موضوع یاد از شاعر نوروز مقام صحبت میکنم. مرحمت. معروضه امروزی من یاد شاعر نوروز مقام نام دارد. سرزمین تاجیکان اصلا با طبیعت افسانه‌کار و پراسرار خود قلب‌ها را تسخیر نموده است. در دامانش آغاز از آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی تا لایق شیرازی دیگر نابغگان را پرورده است. تجربه زندگی نشان می‌دهد که بسیاری از نخبگان علم و ادب در درازای عمری نچندان طولانی خویش با کار و عمل‌های شایسته موفق گردیده از خود نامی نیک باقی گذاشتند. نام دانشمند فاضل، شاعر دردآشنا و آگاه دل، شادروان مفضل اجمرات مفضل مرتضی زاده در عالم ادب و فرهنگ معروف است.
خود شاعر در بیتهایش می نگارد: ای عجمرات دل آزرده ز گستاخ مشو، شعر دلجوی تو خوانند به شیراز و خجند. شعر مفضل از دانش و فلسفه و مهارت ترکیب یافته و هویت ملی، عاطفه پاک وطن دوستی و رشادت و دلیری را فراگیر شده است. محض همین ارزش‌های پرقیمت علمی شعر شاعر را به دوره‌ها انتقال می‌کنند. شاعری در داشنا می‌نگارد: یادگار من و تو ز همایون نظران، زان بزرگان پدران، رادمردان بناموس و مبرا گهران، آریایی نسبان، پرجگران، پرهنران، و از همه نیک و بدی دور قمر با خبران، صلح جویان ز پرخاش و ستم بر حذران، بهر خاکی وطن و عصمت ملت سپران، در ضرورت همه خونریز صفی فتنگران، ماتم کینوران، سربلندان جهان، شرف دور و زمان. این اشاره به بیدار نمودن احساس خودشناسی مردم هویت باخته می باشد و هم مشت آبدار بسر آن بیمغزانی که از اندیشه سالم دورند کوفته با اطمینان کامل عرضه می دارد: هموطن، ما و تو بایست بسانی پدران، در همه مرز وطن تخم صداقت کاریم، همچو فرزند هنرمند به امداد وفا، پرچم وحدت و ملت به سما برداریم. ادبیات شناس توانای تاجیک استاد عزیز ما عبدالنبی ستارزاده راجع به پهلوهای ایجاد مفضل عجمرات بهای بلند داده چنین گفتند: بخلاف بسیاری هایی که در روزهای ما به نظم از روی هوا و هوس روی آوردند و نوشتجات کم ارزش خود را به گونه شعر جلد شاد می کنند، عجمرات علیرغم به سخن کلام بدیع مناسبت کاملا جدی داشت. شعر گفتن برای او ضرورت زندگی و طلب معنویش بود. شعر هستی اوست، معنی بودن او همچون انسان است. وی از زمره کسانی بود که شعر نگفتن نمی توانند و هستیشان را بدون شعر هم تصور نمی کنند. خود شاعر به این معنی می گوید: در عجم هیچ میسر نشود جشن سخن، گر عجمرات در این تنتنه ناکام آید. در عرفیت می گویند که انسان را تجربه حیات، شیب و فراز روزگار، درس عبرت از پدران به مرتبه ها می رساند. مفضل عجمرات نیز پدر را استاد اولین خود در راستای رسیدن به همه کامگاری های زندگی می داند. او فیض دست دعای قبلگاهی را همیشه احساس می نمود و در جاده پرتلاطم حیات اسرار تحمل را نیز از او آموخت. پدرش مرتضی گدایف دارالمعلمین باستان شهر سمرقند را با دیپلم اعلا ختم نموده همچون معارفچی کاردان و مسئولیت شناس به چندین شهر و ناحیه های کشور فرستاده شده در وظیفه های گوناگون دولتی کار و فعالیت نموده است. او همه فرزندان خود را در روحیه بلند وطن دوستی، خودآگاهی و خودشناسی، دوست داشتن میهن، دیارداری و ارج گذاشتن به ارزش‌های بزرگ ملی تربیت نموده است. اینک وارثان این پدر زیایه در همه کارگاه و تشکیلات‌ها و مقامات‌های بلند دولتی فعالیت می‌نمایند. ناوابسته از سمت کارشان همه شعر دوست و شعرخوان و با فرهنگ و صاحب معرفتند. کمال سپاس و احترام شاعر به قبلگاه منظومه با نام پدرنامه ایجاد نموده است که از جانب شعرشناسان بهای سزاوار را صاحب گشته است. چطوری که گفتم در ادبیات ما مادرنامه ها خیلی زیادند، ولی پدرنامه پدیده نوی است که احیانا وامی خورد. منظومه پدرنامه بیشک یکی از بهترین شاهکاری های عجمرات محسوب می‌یابد که به یاد بزرگوارش انشا شده است. او میگوید: پدر سایه لطف پروردگار، پدر بر پسر مایه افتخار، پدر گر نبودی کجا بود پسر، پدر گنج والا، پدر تاج سر.
خدایا مدد تا پدرنامه را، نویسم توان بده خامه را. عجم را بنازد از انسان پدر، که نامی بزرگش ورا تاج سر. بعد مرگ قبلگاهش سال 2011 مرسی پرسوز گداز با نام عزیز انجمن ها نیز انشا نموده است که قرائت آن قلب را پاره می گرداند. تو را در خواب بین نوریان و انبیا بینم، هماغوش و شفیق طاهران و انبیا بینم. شریک و همنشین قدسیانی کبریا بینم، هماهنگ نوای جاویدانی پرزیا بینم. دریغا حسرتا دردا پدر جانم پدر جانم. دوام دهندگان کار و پیکار پدر، جگربندانش منوچهر، مهراور و نیلوفر صاحب معلومات بوده در مقامات‌های دولتی کار می‌کنند. به زندگی شایسته رسیدن، از تاریخ سرزمین خود افتخار نموده و فرهنگ و تمدن گذشته خود را مقدس شماریدن رسالت انسانی و کسبی هر شاعر است. شاعر ترغیب افکار وطندوستی، صمیمیت به ملت خویش، ارج گذاشتن به قدر مهنت، شکرگزار بودن از رشد آن مقررات اشعار شاعر شوردل عجمراد بوده، یک نوع راه محبوبیت پیدا کردن او میان خلق می باشد. خود همین محیط شعرپرور اندیشه های شاعر را تحریک می دهد و تولید می شود شعر والا. مفضل و شعر او را مردم دوست می دارند. واقعا هم دوست داشتن میهن از خانه خود، زادگاه خود، دیار خود منشأ میگیرد. عموما نیکناده در دامان پاک خویش قلمکشان و عالمان زیادی را پروریده است که فیض‌الله خان انصاری، جمعه آدینه، عبید رجب، شراف‌الدین رستموف، مفضل عجمراد، کریم موسی از جمله این بزرگانند. در قصیده یادنامه فرزند ارجمند دهی شاعرخیز و عالم پرور نیکناد مفضل عجمراد کار و پیکار تمام مردان میدان دهه، اهل علم و ادب، استادان حقیقت شعار خود، سابقه داران جنگ و مهنت، معارفچیان مهنت قرین، آزاده مردان پاکسرشت دهه نامدارش را وصف نموده، دیارداری خود را ثابت نموده است. بینید چه زیبا سروده است: ای خوشا نیکناد زیبا دهه در کوهساران، پرنیانی هفت رنگ اندر کنار ارچزاران. خودستایی نیست اسماعیل سامانی ز طفلی، میل آن نوشابه کرد و گشت شاه تاجداران. زادبومی رادمردان است ملکی باستانی، زرنگاری گشته در تاریخ نام شهریاران. از نژاد رودکی هستند این اهل بصیرت، نکته سنجان، فاضلان، فرهنگ ملت پاسداران. نام نیک نویسندگان غیرمرگ جک لندن انگلیس، الکساندر سرگیچ پوشکین، سرگی یسینین و میکوفسکی روس، حمزه کیمزادی ازبک، حبیب یوسفی تاجیکی با نوشته هایشان به ادبیات جهان داخل شدند تا امروز ورد زبان هاست. مفضل عجمراد نیز از زمره سخنورانی است که به گلباغ ادبیات با سبک به خود خاص وارد شده است. موضوع اساسی ایجادیات این شاعر شهیر ترنم وطن و وطن دوستی، میهن پرستی، محبت به دیار و به مردم آزاد خصال می باشد که هر یک با شمیم عطرآمیز خود فضا را نکهتی معطر می بخشند و خزینه ادبیات معاصر را غنی گردانده روحیه را بالیده می گردانند. یکی از عامل‌های روی آوردن شاعر به این موضوعهای نازک سفر ملک عرب و کشور آلمان می باشد که چندین سال عمرش آنجا سپری گشته است و در دیده خود را در یادنامه که در ژانر قصیده ایجاد گردیده است افشا می نماید. شاعر در سازش زیبای شکل و مضمون، صور خیال و ترکیب آفرینی و عباره‌سازی نقش خیلی بارز دارد. شاعر به شعر از رغزنه پاک نگاه می کند که از کارگاه ذهن و هوش برون می آید. مضمون بلند و شکل زیبا را به هم می پیوندد. دید شاعر به زمانه باید قالب شکنانه باشد و جهان را از نگاه اندیشمندی و فلسفی باید نگاه کند. او بهترین و مقدسترین واژه ها را به کار می اندازد و مورد استفاده قرار می دهد که شعرش دلچسب و گوارا و هدفرس باشد.
زیرا این وظیفه شاعری است به درد دل خواننده رسیدن. از ایجادیات مفضل عجمرو اینجا شاه بیت های را انتخاب کردم که فشرده طبع لطیف شاعرند و میخوام آن را به سهم شما رسانم. فروغ عشق قلب تیره را نوروز می دارد، به هر کوته بیانی معنی بسیار بنویسم. بیت ابروانت را خواندم و به دل گفتم، در بیاض دیوانم شعر دلپسند آمد. مرا آن دم مجو از من که غایب را نمی جویم، هر آنی غیب می جوید اسیر جستجو گردد. یا که شیرین لقا نآیدم از نقش جستجو، در صنعت وفا خبر از کوهکن کنم. گوهر از قلزم معانی بکشد کلک عجمراد، من همان عاشق شیدا و همانم که همانم. سایه فکرت ناقدان همسرشتان حباب، خام فرسایان ناقص رای اربابی نقاب. عجب شیرین بود هر قطره این تلخ نوش ما، ورا عشرتگرای کمتر از شکر نمیدانم. عجمرادم هزارآوا سرور آغوش گل در بر، به یادی گل عذار حامی گلزار میمیرم. چگونه که در سرسخن منتخب اشعار مفضل عجمراد آمده است، اینجا عباره ها از داخل اشعار خود شاعر چیده شدن و چندین طی آنها را استاد عزیز ما استاد ستارزاده اینجا ارائه کردن. میگم که یاد گرامی عجمراد محترم، عشقاندیش و ثناخوان سخن، رادمرد و همت بلند، صداقت کش و وفادار، هیچگاه فراموش نخواهد شد. اینجا با بیت والای خودی استاد شیرین کلام مفضل عجمراد اکتفا می نمایم که چنین گفته است: عجمرادا شکوهی تاج سلطانی همین باشد، به هر صورت که رفتم من زی عالم محترم رفتم. ریاست و کارمندان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن، مردم معارف پرور و فرهنگانی وادی زرفشان، پیوندان شاعر نکته‌سنج مفضل عجمراد را به مناسبت 70 سالگی بزرگداشت سخنور شادروان تبریک می نماید. عجمراد از زمره آن ایجادکاران است که اشعارش همزمان و همنفس مردم شعر دوست، وطن پرور و صاحب فرهنگ می باشد. ای عجمراد دل آزرده ز گستاخ مشو، شعر دلجوی تو خوانند به شیراز و خجت. زندگانی را سپهسالار یکتای پدر، در نبرد روزگاران دست بالای پدر، سایبان اهل بیت و متکای آشیان، راهنمای پختکار و سرور مای پدر. رستیم اندر کنارت با هزاران آرزو، باغبان میوه‌های شکرافزای پدر، در گلستان محبت با نوای بلبلان، بی‌نظیر در مثال خضر پیدای پدر. هستی ما پرفروغ از توست ای روشن گوهر، هستی ما پرفروغ از توست ای روشن گوهر، آفتاب آسا نشاط انگیز دنیای پدر. لطف یزدانی خردمندی میان انجمن، در مسیر فضل و حکمت همچو دریای پدر. دفتر و درس و سبق گیریم ما از لطف تو، در دبستان هنر ما رو تو مولای پدر. ما وطن را دوستر داریم در سیمای تو، افتخار کشوری آباد و زیبای پدر. زنده و پاینده باد و نامی نیکت در جهان، با عجمرادت تو داراتر زیدارای پدر. توضیح ارجمند شعر همین است که برای انسان، برای تربیت روح انسان، برای تربیت معنوی انسان خدمت میکند. فکر میکنم که همه شما یک برداشت‌های خوبی از این غزل بسیار زیبایی که با ردیف پدر انشا شده است برای خود گرفتید. تاکید میکنم که همه اون نقشه هایی که در برنامه روزه ما بود به اتمام رسیدن. مولانا جلال الدین رومی میگوید که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، و 100 دفتر نبتوان گفت شرح درد مشتاقی. با هم ابیات زیرین که از جانب شاعر زنده‌یاد مفضل عجمراد سروده شده است، همچون حسن اختتام کنفرانس امروزه باشد.
ҳамвора баҳор хоҳамат эй меҳан, наврӯзмадор хоҳамат эй меҳан, дар рӯи ҷаҳон равзаи ризвони мани доим ба қарор хоҳамат эй меҳан. бо таманнои шукуфоӣ ва ободии кишвари азизамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол бори дигар шумо меҳмонони гиромӣ ва ҳозирини муҳтарамро ки бо суханронӣ бисёр арзишманд ва бо ҳузури хеш маҳфили имрӯзаи моро гард доштед, мунаввар доштед, хуш омадед мегӯям. саломату сарбаланд бошед. агар бо сухан розам ифшо надорам, ту гӯӣ дар ин хок маъво надорам. фурӯғи хират бесухан тира гардад, маҳе пушти абрам ки симо надорам. агар зиндаам бесухан мурда бошам, на дору фано балки уқбо надорам. ҷаноби сухан бошадам ганҷи ҳастӣ, яке ганҷ санҷам ки ҳамто надорам.